از وقتی مهاجرت کردم اعتماد به نفسم کم شده. چیکار کنم؟ بدون که این کاملا طبیعیه. وقتی از محیط آشنا جدا میشی، نقش‌هات، زبانت، حتی معیار موفقیتت عوض میشن و مغزت داره از نو خود جدیدت رو میسازه. اما یه افت موقت اعتماد به نفس به معنی از دست دادنش نیست. چند کار ساده اما علمی کمک میکنن دوباره به خودت برگرد. اول، معیار موفقیتت رو دوباره تعریف کن. با خودت مقایسه کن، نه با بقیه. دوم، یادت بیار چی بلدی. مهارت‌هایی که با خودت آوردی هنوز توی وجودت هستن. فقط باید یاد بگیری توی محیط جدید چطور ازشون استفاده کنی. سوم، اهداف کوچک و قابل دستیابی بذار. هر موفقیت کوچیک یه سیگنال به مغزت میده که من میتونم. و در آخر، با خودت مهربون باش. اعتماد به نفس از انتقاد نمیرویه، از مهربونی و پذیرش رشد میکنه. اگر این حس طول کشیده یا سنگین شده، صحبت با درمانگری که زبان و فرهنگ تو رو میفهمه میتونه تفاوت زیادی بسازه. در کلینیک امید ما همراه مهاجرانیم تا خودشون رو دوباره پیدا کنن با اعتماد به نفس و آرامش درونی.